اسلام آمریکایی اینه، اسلامی که آمریکا خوشش میاد ازش. اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی اسلامیه که کفر از ناحیه و اسلام نه تنها هیچ احساس خطری نمیکنه، نه به لحاظ نظری معرفتی، نه به لحاظ عملی سیاسی اقتصادی مبارزاتی. نه فقط خوشش میاد از اینا، بلکه کمک هم میکنه، پول میده، پول خرج میکنه. چون اگه این اسلام، این نوع مذهب تقویت شد، مذهب اصیل و روحانیت اصیل تضعیف میشه. و چون نمیتونن به اسم ضد، با شعار ضد دین و ضد آخوند بیان به جنگ اسلام مبارز که همون اسلام اصیله و روحانیت متحد انقلابی، وقت با آخوند میان به جنگ آخوند، با مذهب میان به جنگ مذهب. چون اینجوری میشه زد. اگه شما با شعار لامذهبی بیاید جلوی مذهب اینا، خب میگن جنگ مذهب و لامذهبی معلومه، همه میان این طرف، متدینین میان این طرف. ولی گفتی نخیر آقا، مذهب یک تفسیر دیگه هم داره. یکیش یک مذهبیه که امثال آقای خمینی اینا میگن، یکی هم مذهبیه که ما میگیم تو این مذهب ما همه چیز به نفعتونه. شهادت نیست، جهاد نیست، زندان نیست، تبعید نیست، تحریم نمیکنن، تحریم نیست، ترور نیست، هیچی نیست. اینقدر قشنگ راحت اسلام. بعد با فقر، بی‌عدالتی، گرسنگی، ظلم، مثلا اینا به ما، به این اسلام مربوط نیست. شما نماز میخونی، مستحبات بکنی، میری زیارت آقا میری، آش نظری، این کارا، اینا سقف مذهبه. من ببینید من با آش نظری اینا مخالف نیستم، من خیلی هم آش و شله و اینا دوست دارم. منتها مذهبی که سقفش ایناست، سقفش همینه. این اون مذهبیه که انگلیس و آمریکا هم کمک میکنن، هم براش تئوریسین و تئوری درست میکنن، هم پول میدن، هم ازش حمایت میکنن، حاضرن براش مسجد، هیئت، حسینیه، تکیه، کاروان زیارتی اینا. من شنیدم موقعی که آمریکایی‌ها تو عراق هنوز ارتششون بود و اول از بالا بهشون گفته بودن به این زائرین احترام بذارین. اینا با اینجور زیارت امام حسین و اینجور قرآنی که مشکل ندارن که. تهجر همینه، همون حرفی که او یارو گلادستون انگلیسیه گفت تو عراق، صدای از اون آمد گفت چیه؟ جوش شد، شلوغ شد، چی شد؟ گفت نه دارن از اون میخونن برای نماز. گفت برای ما خطر داره؟ گفت نه. گفت بذار بخونه تا گلوش پارشه، کمک کنه، اصلا براشون معزنه بساز، بلندگو بده، امکانات بده، ثواب داره. خب آقا این اسلام متحجر به این معنا اسلام آمریکایی انگلیسیه. اسلام معنویت شخصی. ملکه انگلیس هند را غارت کرده بودن انگلیس‌ها، پدرشون در آورده بودن. بعد رفته بود اونجا تو خیابون داشت با ماشین میرفت، یک گاوی اومد اون وسط، راننده بوق زد. ملکه ترام به مذهب، پلورالیسم، آزادی مذهب. آقا گاو محترمه، برای اینا مقدسه. خودش هم احترام گذاشت به گاو. چون یک ملتی را ما گاو کردیم، بذار جلوی اینا به این گاوشون هم احترام بگذاریم تا بازم از این گاو بیشتر شیر بدوشیم، از گاو این ملت بیشتر شیر بدوشیم. رفت معبد بتخونه اینا، پرسید خیلی محترم ببخشید چیکار باید بکنم که به مقدسات شما محترم؟ گفتم باید کفشتون داری. گفت چشم. با احترام یه چیزی بگوش. اینجوری آمد تو، از همه خود او بت پرستایی مؤدبانه تر آمد اونجا و احترام گذاشت، رفت بیرون گفت همه مذاهب محترم و مساوی. راست میگه دیگه، همه مذاهب مساوی هستند، چون این مذهب به درد خر کردن یک ملت میخوره. این مذهب ملتی رو بیدار نمیکنه، همه رو لالایی میخونه برای همه. اسلام آمریکایی اسلامیه که ملت ها رو میخوابه، دنبال خواب اسلامی، نه دنبال بیداری اسلامی، چرت اسلامی. اسلامی که با فرعون و قارون کاری نداره. میگه فرعون تفرعونشو بکنه، قارون هم قارون باشه، طاغوت اقتصادی، طاغوت سیاسی، طاغوت کاراشون رو بکنن. ما هم کنار با ادبیات مذهبی توجیه میکنیم وضعیت رو. میگم خدا خواسته همینه که از کار دیگه ما بر نمیاد. خب حالا این تفاوت اسلام آمریکایی و اسلام ناب، اسمش میذارن تفکیک دین از سیاست و حکومت و اینا. ظاهرش اینه که برای حفاظت از دینه، ولی در واقع این تفکیک یعنی تعطیل بخش اعظم دین، حذف بخش معظم دین، مثل احکام جزایی، تعلیم تربیت عمومی، مثل رسانه‌ها، دانشگاه، آموزش پرورش. خب اینا همین حکومت.